تیمور ایوانوف با فرم گنرالی وارد تالار دادگاه شد. او صبح 23 اپریل در مجلس وزیر مدافع سرگئی شویگو شرکت داشت، ولی شام همان روز افسران FSB خدمات فدرالی امنیت معاون وزیر مدافع روسیه را در جای کارش بازداشت نمودند. ایوانوف شب را در بازداشتگاه موقت پشتی سر کرد. مفتشان بر این نظرند که او برای دریافت رشوه بزرگ با جانب سیوم موافقت کرده است. مبلغی پاره آشکار نمی شود. کشتی ها، چرخبال ها، آسایشگاه سنترپه، رولز رایس ها، جواهرات، محفل های 10 میلیون روبلی. همراه با ایوانوف چند تن دیگر دستگیر شد. معاون وزیر مدافع روسیه عیبنامه را قبول ندارد. نشریه وژن استوری با تکیه به دو منبع اطلاع می‌دهد که سبب واقعی بازداشت ایوانوف اتهام خیانت به وطن است. با اتهام فسادکاری ایوانوف را کسی بازداشت نمی‌کرد. در این باره در کرمل همه از پیش آگاه بودند. پوتین به حبس او وقتی موافقت کرد که سخن از تحقیق خیانت به وطن رفت. خبرنگاران از سخنگوی کرمل دمیتری پیسکوف پرسیدند که آیا واقعاً حبس ایوانوف به خیانت به وطن ربط دارد؟ بنیاد مبارزه با فساد الکسی ناوالنی بر این نظر است که دمیتری پیسکوف از دوستان جانی تیمور ایوانوف می باشد. باید به معلومات رسمی تکیه کرد. تفتیش حادثه ادامه دارد. هر گونه تخمین و حدس درست نیست. در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های مشترک پیسکوف و ایوانوف نشر شده‌اند. ماه دکبر سال 2022 بنیاد مبارزه با فساد الکسی ناوالنی گزارش خاصی را به زندگی فریبای معاون سرگئی شویگو اختصاص داده بود که در آن دوستی دمیتری پیسکوف و تیمور ایوانوف انعکاس یافته است. ببینید از طرف چپ شخص پیدا می شود. این معاون وزیر مدافع تیمور ایوانوف است که با حرکت ناعیان ساعت گرانبهای پیسکوف را از دوربین ها پنهان می کند. همه می خندند. می فهمید این برای آنها خنده‌آور است. تیمور ایوانوف در سال 2016 معاون وزیر مدافع روسیه تعیین شده از متفقان وزیر شویگو به شمار می رود. او مسئول ساختمان، تعمیر کل و بازسازی بناهای وزارت مدافع می باشد. عبادتگاه بزرگ وزارت مدافع، پارک پاتریوت، پایگاه کیهانی یا خود کسمودرام شرقی و ساختمان در مناطق از طرف روسیه اشغال شده اوکراین زیر نظر ایوانوف بوده است. مثال روشن آن ساختمان بناها در شهر اشغال شده ماریوپول است. تیمور ایوانوف معاون سرگئی شویگو، ساختمانچی اساسی ارتش. او در همان ماریوپولی که تخریب کرده بودند مسئول ساختمان بوده از حساب پوره اجرا کنندگان فرمایش‌های وزارت حیات پرعیش و عشرت دارد. برای خود کوشک و قصر می‌سازد. شما یکی از بهترین ها هستید. ما با شما افتخار می‌کنیم. قصه زندگی پردبدبه تیمور ایوانوف با همسر اکنون سابقش سویتلانا منیوویچ را که بنیاد ناوالنی در یوتیوب جای داده است تقریباً 7 میلیون نفر تماشا کردند. در ماه فوریه سال 2022 زمانی که روسیه به خاک اوکراین تجاوز کرد، منیوویچ به فرانسه هجرت نمود. در میانه های سال 2023 بنیاد مبارزه با فساد الکسی ناوالنی گزارش نو درباره عشق‌ورزی‌های گنرال‌های بلندپایه وزارت مدافع روسیه نشر کرد. معلوم شد که معاون وزیر ایوانوف همسری نو دارد. مؤلفان گزارش میگویند همسر ایوانوف عوض شد ولی حیات سرخراجات فریبا و پردبدبه او تغییر نیافته است. رسانه‌های دولتی روسیه الکی درباره کافتوکوف در مجتمع عصر 19 در مرکز مسکو که مکان زیست ایوانوف میباشد گزارش دادند. گفته می شود که تا انجام تفتیش ایوانوف در بازداشتگاه موقت لفورتوی مسکو نگهداری خواهد شد.